تشکر نسبت سوال اول دودگیتان نسبت لیسه اوخان معاون وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان محترم آقای شاه می‌تونم تشکر زیاد محترم روزنامه‌نگار خیلی خوب می‌دونن که ما در دولتی دموکراتی حقوق بنیاد و دنیوی فعالیت داریم و به همگان معلوم است که یکی از پرینسیپ‌های اساسی دولتی حقوق بنیاد این ولایت قانون است و وابسته به لیسه آقاخان اینجا یگان گپی وای نیست فقط با درخواست خود مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان مسئله در رفت آموزش قرار دارد و همه ما نقض می‌دونیم که لیسه آقاخان تا این دوره فعالیت کرد و فعالیت میان بعده آن را نیز وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان جانبدار است و تنها در حالتی از نو به قیدگیری و چقدر که خود مسئولین ولایت مختار کوهستان بدخشان پیشنهاد کردند با در نظر داشت و دستگیری علاوگی بعضی کادری مؤسسه مسئله حل پوره خود را می‌یابد و من باوری دارم که اگنتی نظارت صفتی تحصیلات نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که به واسطه برای دادن اجازه نامه درباره پیشبرد فعالیت مؤسسه مذکور خب وکالتدار است این مسئله را به طوری باید شاید بررسی می‌کنم. سبب دولتی شدنش یک چند عامل ها است. یکی از عامل‌هاش در بعضی حالت‌ها وابسته نقشه‌های تعلیمی که در جمهوری تاجیکستان به نظر گرفته شده بود بیرون از نقشه‌های تعلیمی فعالیت کردن. فهمو یک چیزی عامل مقدسی که برای مثلا هر یک صاحب وطن بسیار چیزی عزیز است. مثلا آموزش فنی زبان دولتی متاسفانه در همه مؤسسه تعلیمی با آموزش دیگر فن‌ها بسیارتر دقت داده حتی گفتن ممکنه که در بسیار حالت‌ها ختم کنندگان این مؤسسه دولتی زبان همین مؤسسه تعلیمی زبان دولتی رو نمی‌دونستند این یک مسئله وایشان دیگر مسئله ها خودی در عملی گردیدن نقشه های تعلیمی ما هممون می‌دونیم که نظام معارف جمهوری تاجیکستان رو استاندارد دولتی تحصیلات و نظام می‌دارد و از روز طلبات استاندارد دولتی تحصیلات ما کار فعالیت می‌کنیم و طبق پیشنهاد گروه‌های کاری که در بسیار حالت‌ها نشاندادهای استاندارد دولتی تحصیلات از جانب معلمان مؤسسه مذکور صرف نظر کرده میشد بنابراین اینم گروه کاری کار کردن و هیچگاه مقصدی یگان گروه بستن این لیسه نیست برعکس امکانات‌ها شرایطی که امروز وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان جستجو کرده ایستاده است در شکل نو فعالیت کردن لیسه من باوری دارم که در آینده باز هم فعالیت لیسه را باز هم خوبتر و بهتر می‌کنم. تشکر.